بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام خدمت شما خوبان، عزیزانی که ما رو همراهی میکنید در سفره دل و عزیزانی که یه هفته است که منتظری تا باز هم این موضوع بسیار زیبا و جالبی که با هم شروع کرده بودیم و متاسفانه در بیشتر رسانه‌های فارسی ما روش بحث نمیشه و به هر حال دیگه پشت سر این موضوع یا عنصر مخالف این موضوع در برخی موارد بعضی از خانم‌هایی هستند که حرفشون حرف دیگه. در هر حال عزیزان ما را همراهی میکنند. من خیلی خوشحالم از این سیل خروش‌هایی از نامه‌ها، تشویق‌ها و حرفایی که برای ما میفرستند. 100% از آقایون با ما هستند، 75% از خانم‌ها ما را همراهی میکنند، 25% دیگه از خانم‌هایی که ما را همراهی نمی‌کنند برامون کف میزنند و تشویق میکنند، از ته دل با ما همراه هستند، گرچه که ظاهر شاید با موضوع چندان تمایل رو نشون ندن. در هر حال خیلی خیلی خوشحالم، به خصوص وقتی که من تو راه می اومدم پیام گذاشتم تو فیسبوک که عزیزان من در راه هستم برای سفره دل و این موضوع. دیدم که دیگه شروع شد پیام‌های عزیزانی که می اومد و از زیباترین پیام‌هایی که واسه من اومد توصیه‌ای بود از استاد بزرگوار محمد باقر سجودی. استاد سجودی یه توصیه پیام خیلی جالبی فرستادن که خودم حقیقتش غافلگیر شدم، که فرموده بودن که من همه عزیزان رو توصیه میکنم، تنها اون عزیزانی رو توصیه میکنم برای چند همسری که این شرط رو داشته باشن. استاد سجودی چه شرطی داشته باشن؟ فرمودن که من تنها آقایونی که پیرمرد هستن حتما باید ازدواج مجدد بکنن، چرا که این ازدواج جوونیشون رو برمیگردونه، زندگیشون یک بار دیگه شاد و شنگول میشه و یه زندگی نوعی به خودشون میبخشن. اگه جوونی، باز تو رو توصیه میکنه استاد سجودی که حتما ازدواج کنی، چرا که جوونی است و فرصتی هست این شادی و این تراوتی که داری این رو استفاده درست ازش بکن قبل از اینکه پیر و فرسوده و ژولیده بشی. و میفرمان اگر پول داری ها حتما ازدواج کن، چرا که این نعمتهای دنیا رو استفاده کنی و بهترین نعمت دنیا بعد از عبادت ها و همه انواع عبادت و ایمان یک همسر صالح و نیک هست. و میفرمایند اگر فقیر و نادار هستی حتما ازدواج کن، چرا که خداوند متعال میفرماید این یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. اگر انسانایی که ازدواج میکنن، جوانایی که ازدواج میکنن فقیر باشند، حتما خداوند اونها رو از در رحمت خودش میده. و ابن مسعود میفرمایند که در پی مال و ثروت باشید از راه ازدواج. و میفرمایند اگر خوشبختی در زندگیت حتما ازدواج مجدد کن، چرا که یک کلبه خوشبختی داری، چرا این دو رگ و هر بارت یکی باشه چند تا نباشه. و میفرمایند اگر در زندگی چندان خوشبخت نیستی و همسرت در حقت کوتاهی میکنه، حتما ازدواج کن که این ازدواج باعث میشه که همسرت تغییر کنه و یک به اصطلاح زندگی جدیدی برات رونق بگیره، هم در این که کلبه خوشبخت و هم در این کلبه جدید خوشبخت و کلبه های خوشبختیت رو بیشتر کن. و در نهایت میفرمایند که اگر این از جمله این 6 صنف نیستی، به هیچ عنوان شما رو توصیه نمی کنم به ازدواج مجدد. این پیامی بود که در مسیر استاد سجودی برای ما رسوند و به هر حال پیام ایشون هست. عزیزانی که اعتراض دارند اعتراضشون وارد و جهت به اصطلاح رسوندن اعتراض هم ایمیل استاد سجودی هست، نه فیسبوک بنده. بعدش هم میایم رو اصل موضوع. ببینید یه خانومی هست میاد داد میزنه و میگه که ببینید جوونی ما خورد، زندگیش رو با من شروع کرد، فقیر و درمانده بود و چیزی نداشت، من بودم که باش ساختم.
سوختم و ساختم و زمومینیش و جوونیم و به پاش ریختم و خدمتش کردم و عشق و عاشقیم رو بهش بخشیدم. حالا که عمری ازش گذشته و زندگیش رو راست شده و شلواراش دوتا شده، الان میخواد رو من زن بگیره، واسه من هوو بیاره، نمیگذارم. حرف کاملا به جایی به نظر میرسه، اما آیا واقعیت امر چنین هست؟ خب من یه چیزی میخوام، شما هم یه چیزی میخواید، یه چیزی که بسیار خواست من و شماست. آیا واقعیت امر چیزی رو عوض میکنه؟ ببینید، اون چی که من میخوام برای من مهمه، محترمه، اون چیزی که شما میخواید برای شما محترمه، اما بالای من و شما اون حکیمی هست که من و شما رو آفریده و حکمتش اقتضای این رو داره که مواظب من و شما باشه. خب و روند زندگی رو طوری برنامه ریزی کنه که به نفع من و شما باشه. جامعه چی نیاز داره، ما چه نیاز داریم، بشریت چرخ گردونش چطور باید بگذره، اینها رو خداوند متعال واسه ما مشخص کرده و واسه ما هم قانونی گذاشته که باید برای اون راضی باشیم. ذلک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. اونهایی که با اون چیزی که خداوند فرستاده راضی نیستند، خوششون نمیاد، اون باعث میشه که همه خوبی هاشون، همه زحمت هاشون، همه تلاش هاشون در زندگی بریزه و ضایع بشه و خداشون رو از دست بدن، رضایت خدا رو از دست بدن. حالا ما یه چیزی خوشمون نمیاد، خب این دلیل این است که درک و فهم ما شاید به اون نمیرسه. شما تصور کنید شما میرید سفر، بچه 2 ساله‌ای 3 ساله‌ای داری، میگه که بابا واسه من یه کلت بیار. خب حکمت شما اقتضا میکنه که این کارو واسش نکنید. این کارو واسش نکردید، بچه‌تون دلخور میشه، ناراحت میشه، بهش بر میخوره، قبول نداره. حالا بچه قبول نداره یه حرفی است، به عقل بچه نمیرسه که چه حکمتی در این بود که شما یه کاری بکنید که ایشون دوست نداره یا خوشش نمیاد. در روند زندگی ما همین مورد رو داریم. همه زنهایی که بیوه شدند آرزو دارند که شوهر مناسبی گیرشون بیاد. همه زنهایی که طلاق داده شدند در خواب یک شوهر مناسب سر به بالین میذارن و همه دخترهایی که عمری ازشون گذشته یا به عمر رسیدن، همشون آرزوی یک شوهر مناسب رو دارن. همه اینها جای خودش و همه اینها رو ما احیانا نمیبینیم و فکر میکنیم که چه باید کرد. یه قصه زیبایی رو یکی از خانم ها تعریف کرده بود که این رو با شما شیر میکنم، با همین رو میبینیم. بعد میبینیم که الان اگر در یه خانواده‌ای زن دیگه اومد، ما زنها با هم چطور کنار بیاییم، چطور این زندگی رو مدیریت کنیم. یکی از عزیزان میپرسید که آقا شما همش میگید که زنها چه باید بکنند، چرا همش زنها و مردها رو گوششون نمیگیرید؟ ببینید عزیزان، کلید خوشبختی در زندگی دست خانم هاست. خانم‌هان که در پی یاد گرفتن فن و فوت مدیریت زندگی هن. خانم‌هان که استقرار زندگی واسه شون مهمه. آقایون زیاد به این مسائل بها نمیدن، تازه اگر بخوای بهشون چیزی یاد بدی مغرورانه بگن که من یعنی نمیدونم چطور با زنم برخورد کنم، تو میخوای به من یاد بدی. خب این چیزها رو زیاد بها نمیدن و براشون به اصطلاح در رفتن از کوره هم خیلی آسونه. زنهان که استقرار خانواده براشون اولویت داره، واسه اینه که بیشتر مخاطب ما زنها هستند. این خانومی که حکایتش رفت، ایشون میگن که شوهرم ازدواج کرد، ازدواج دوم کرده بود و به من اطلاع نمیداد، پنهانی ازدواج کرده بود، فکر میکرد من نمیدونم. خیلی آقایون این یکی از اعترافات رو از ما بگیرید، باز هم
که آقایون خیلی وقتها خودشونو خیلی عاقل تصور میکنند و فکر میکنند که خانم‌ها رو میتونن گول بزنن، اما بدونید که خانم‌ها یه حس ششم دارن که اون چیزی که شما فکر میکنید نمیدونند و میدونند. و این هم نمونهش. میگه که همسرم ازدواج کرد و از من پنهان میکرد، من هم به روی خودم نآوردم. 16 سال از این ماجرا گذشت و میدونستم که همسرم از زن دیگهش 4 تا بچه داره و بعد از 16 سال همسر وفات کرد، شوهر وفات کرد. حالا خانواده ها که میدونستند از ماجرا خبر داشتند، فقط فکر میکردند که این خانم بنده خداست که خبر نیست. حالا مونده بودند که چطور به ایشون الان خبر کنند، خبری که بسیار اول الان فاجعه مرگ شوهر هم هست، حالا بهش بگیم که این شوهره یه زن دیگه هم داشته، یه فاجعه دیگه باش به روش باز کنیم، اما باید بهش گفت، چون که الان قضیه تقسیم میراث میاد، الان قضیه بچه‌های همسر دوم میان، اینا همه مطرح میشه، اینو که نمیشه پنهانش کرد. تا حالا سوختیم و ساختیم و پنهان کردیم. ببینید، اولین نقطه‌ای که من میخوام اینجا بهش اشاره کنم اینی که این مرد وقتی که ازدواجش رو پنهان کرد یعنی چی؟ یعنی این مرد عاشق زندگیش هست، عاشق استقرار هست، همسر اولیش رو خیلی دوست داره. چرا ازدواج دوم کرد؟ ازدواج دوم دلیل بر این نیست که از همسر اولش ناراحته یا دوستش نداره. ازدواج دوم بنا به خیلی از مسائلی هست که برمیگرده به طبیعت خود آقایون، اون به اصطلاح ساخت الهی از این شخصیت یا از این کسی که به اصطلاح اسمش هست مرد. همیشه مردها به بیش از یک همسر نیاز دارن و حالا یک آقایی میاد میگه که نه آقا اینطوری نیست، این میخواد که خودش رو گول بزنه یا میخواد که به اصطلاح جوری خود پنهان کنه. همه آقایون مگر کسی که بیماری خاصی داشته باشه، همه آقایون به بیش از یک زن نیاز دارن، اما چطور خودشون رو کنترل میکنند یا در مقابل اعرافی که در جامعه، عرفهایی که در جامعه ساخته شده، در مقابل اون تصوراتی که در جامعه شده خودشون رو میبازند یا تسلیم میشن یا نمیخوان که به اصطلاح مسئولیت بیش از یک فرد رو به عهده بگیرن. در حال این برمیگرده به خود افراد که چطور خودشون رو به اصطلاح مدیریت میکنند یا زندگیشون رو جمع و جور میکنند و خیلی هم به اصطلاح تو راههای خلاف میرن. خب و میدان خلاف هم در جوامع مختلف به شیوه های مختلف باز شده. اگر غربیا در اروپا میشه به اصطلاح دوست دختری پیدا کرد و به اصطلاح خودش رو به این صورت از بار مسئولیت فرار کنه، در خیلی از کشورهای ما مثلا به خصوص در ایران همین بازار صیغه‌گری، روسپیگری به اصطلاح صفویت، این هم یه بازاری شده و خیلی از آقایون تو این منجلاب میافتند و به خیلی از بیماری‌های روحی روانی و حتی فیزیکی دچار میشن. در هر حال این مشکل این خانواده اینجا بود که چطور به این خانم بفهمونن که به اصطلاح شوهر یه زن دیگه داشت. به خب کسی که به اصطلاح خیلی عزیز بود پیش این خانم و میتونست این موضوع رو باز کنه باش، پدر شوهرش بود. رفتن همه پیش پدر شوهره که برو به این خانم یه جوری بفهمون که دیگه سکته نکنه. این پدر هم بنده خدا اومد یک مقدمه چینی کرد، عرقش میریخت که چطور بگه فلان. زن اول به اصطلاح قضیه رو خوند دیگه، گفت بابا شما مثل یه چیزی میخواید بگید روتون نمیشه، مشکلی نیست. میگه دخترم آخه یه چیزی فلان. گفت که ببین بابا اگر میخوای در مورد هووم بگی، خب من 16 ساله که خبر دارم. پدر خشکش زد. 16 ساله که تو خبر داری، به روی خودت هم نآوردی؟ گفت چرا به روی خودم بیارم؟ گفت چرا؟ هیچ حرفی نزدی؟ گفت که من میدونستم شوهرم که به من نمیگه یعنی این شوهر مرد زندگیست، عاشق زندگیشه و من هم عاقل بودم، نخواستم خودم رو تو دردسر بندازم. الان 16 ساله که در واقع زن اصلیش منم، پیش من میاد، پیش از به اصطلاح همه زندگیش با منه، همه وقتش با منه، یه وقتایی رو از من کش میره میدزده میره پیش زن اولش، زن دومش. خب
همه به من بیشتر میرسه، به من بیشتر احتمال میده که نکنه بو ببرم. اگه من از روز اول می اومدم میگفتم خبر دارم، خب من ضرر میکردم. زندگیش دو قسمت میشد، نصفی از من میشد، نصفی از اون. ببینید میخوام فقط این نکته رو برسونم که یک زن عاقل در کنار داشتن یکی دو تا سه تا چهار تا هوو یا سه تا هوو تا همشون میشن چهار تا میتونه خوشبخت بشه. من این کلمه هوو اصلا خوشم نمیاد، اما به هر حال چیزی هست که عرف جامعه است و به اصطلاح بهش عزیزان شاید کلمه دیگه رو استفاده کنیم بهش نرسن. کلمه هوو خیلی کلمه بدی هست. هوو هوو همین این بیانگر یک صدا هست، انگار که این دوتا همیشه در به اصطلاح هاو هاو کردن و در دعوا و مرافع هستن که این کلمه رو براشون استفاده کنن. همچین چیزی نیست اصلا. میتونن به اصطلاح در کنار هم خوشبخت بشن. مگه همه تاریخ مگه ما نمیدیدیم همه بزرگان و همه افراد خوشبخت و همه پیامبران همه در کنار چند تا همسر بودند و همسراشون با هم خیلی خوب بودند، مشکلی هم نداشتند. همین همسرها بودند که مردان بزرگ تاریخ رو تربیت کردند، هیچ با هم دعوا و مرافع هم نداشتند. میگی که اون وقتا عرف جامعه اینجور بود و جامعه قبول داشت. خب اون وقتا با تمام اون کم و کاستی هایی که بود، با تمام همون فقری که بود، با تمام همون تخلف تکنولوژی و به اصطلاح مسائل بهداشتی که بود، این کار شدنی بود و عرف جامعه قبولش داشت و نیاز جامعه رو برآورد میکرد. امروز نمیشه. چرا امروز نمیشه؟ چون که امروز غزو فرهنگی ما، یک تهاجم فرهنگی شدیدی اومده تو منطقه ما. زندگی ما رو این غزو فرهنگی و تهاجم فرهنگی دیگران به صورت تشخیص میده. مگه ما کی هستیم که هر مهارمون رو دست هر کسی بدیم که هر طوری بخواد ما رو بچرونه؟ ممکن تو نیستیم. پس ما میتونیم خودمون باشیم، شخصیت خودمون باشیم و زندگیمون رو به اصطلاح خودمون مدیریت بکنیم. شما اگر زن به اصطلاح اول هستید، خانومی پرسیدن که شوهرم زن دوم گرفته، من چی کار کنم؟ شما چی کار کنی؟ شما زندگی تو بکن، شما زندگی تو خوشبخت بکن. ببینید منم که خودم رو خوشبخت میکنم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه. کسی که عمل صالح انجام میده و چه زن باشه چه مرد باشه و اون مؤمنه، ما به اون زندگی سعادتمندی رو میدیم. حالا اگر زندگی سعادتمند رو من خودم کسب میکنم، خب من چرا میرم به اصطلاح زندگیم رو داغون کنم؟ خراب کردن این زندگی دست خودمه، خوشبخت کردن خودم دست خودمه، راه و رسمش رو خدا به من آموخته. چرا من برم به هم به اصطلاح به هم بریزم؟ ببینید اگر من دو رو دارم، شوهرم زن دوم گرفت، من چی کار کنم؟ یا اینی که طلاق بگیرم. خب طلاق گرفتم چی میشه؟ هیچی دیگه، من میشم قربانی. اون زن دومی که تو به اصطلاح راه اومده اون میشه برنده، من میشم بازنده. شوهر از من بود، خب شوهر کسی دیگه تو میدان اومد، من میدان رو خالی کردم. خب اونا استفاده کردن، اونا موفق شدن، برنده شدن، بازنده این میدان منم. به من اهانت شده. چی اهانتی به شما شده؟ اهانت منم که به خودم اهانت میکنم یا نمیکنم. احترام من دست خودمه نه دست دیگران. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کسی که یکم خوب کنه میبینه خوبی. من خوبی کنم اثر خوبیمو میبینم، من بدی کنم اثر بدیمو میبینم. هر انسانی خوبی میکنه فمن عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها. کسی که کار خوبی میکنه برای خودش میکنه، کسی که بدی میکنه به خودش میکنه. پس خوبی من بدی من دست خودمه. دیگران منو تا اهانت کردن، نه خیر، کسی به من نمیتونه اهانتم کنه. من میخوام که احترام منو داشته باشن، من میخوام که شخصیت من حفظ باشه. شخصیت من، احترام من دست خودمه. خداوند متعال برای ما یه قانون گذاشته، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون.
خوبی و سعادت و شادکامی و خوشی رو بهش نمیرسید مگر اینی که خودتون بدید از اون چیزی که دوست دارید. اون چیزی که من میخوام رو باید انفاق کنم، ببخشم تا به من برسه، خوبی بدم تا خوبی بگیرم، احترام بدم احترام میگیرم، ارزش بدم ارزش میگیرم. اما اینی که فکر کنم احترام من دست دیگرانه اشتباه است. خب بیا خانم بزرگوار، بیا به همین الان یه واقعیتی رو داده. این واقعیت رو اون عینک سیاه دودی رو بردار بنداز دور، با یک زاویه دیگه به این نگاه کن. الان شوهره ازدواج کرده، پس من الان دو فرصت دارم. یکی نصف شد دیگه، نصف وقتم مال شوهرم هست، یعنی نصف وقتم من یک زن خانه‌دار، یک بانوی شوهردار هستم، میام بهترین وجه سعی میکنم که شوهرم رو خوشبختش کنم، خانوادم رو خوشبختش کنم، خودم خوشبخت بشم. نیمه وقت دیگم من انگار یه دختر بی شوهرم. این دختر بی شوهر وقت داره برای چی؟ برای رسیدگی به خانوادهش، به پدر مادرش، به برقراری صله رحم، روابط اجتماعی رو باز کردن، رسیده خودش رو مشغول کردن به فن و فوت یاد گرفتن، برم کلاس‌های دوره‌های آموزشی خیاطی، گلدوزی، برم در یک مؤسسه خیریه سعی کنم به دیگران کمک کنم، به بینوایان کمک کنم، به درماندگان کمک کنم. و ان الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، خداوند در همراهی و در کمک و یاری اون کسی هست که در پی کمک رساندن به هم جنسش باشه و و و و و این همه فرصت برای من مهیا شد. این یک نقطه که من بهش رسیدم و هرگز سعی نکنم که نقش زن دوم رو با زنی که دوم که اومده تو میدان با اون رقابت کنم. من باید با خودم رقابت کنم، من باید بهترین باشم، ببینم اگر چیزی که باعث شده شوهرم زن بگیره این نقطه ضعفی در من هست، اون نقطه ضعف رو جبرانش کنم. یک خانومی تعریف میکرد که باباش زن دوم گرفته بود، به صلاح مامانش پزشک هم هست، پیرزنی هست، 50 سال عمرشه، باباش الان یک خانم به صلاح دختر 20 ساله 25 ساله گرفته، الان مادرش شروع میکنه شکل همون دختر جوون رو در میاره. اشتباهست. لباس مثل اون پوشیدن، آرایش مثل اون کردن، هر کاری بکنی تو 54 سالته، با اون 25 ساله نمیتونی رقابت کنی، بازنده ای. پس نباید رقابت با زن دوم باشه، رقابت با خودم باشه. ببینیم شما زن اولید یعنی چی؟ یعنی جوونی اون فرد شمایید، تاریخ عشق و همراهی اون فرد شمایید، زندگی ساز اون فرد شمایید، روابط اجتماعیش در محوریت شما تشکل پیدا کرده، تاریخ شمایید. این قسمتی هست که دست شماست، اینها نقطه های قوت شماست، اینها رو روش کار بکن. نه اینی که بیایی با اون زن در بیفتی. اون اصلا شما رو چه کارش؟ شما رو چه کاره به اون زن؟ شما مشکلت با شوهرته، نه با اون زن. نه بهش تلفن کن، نه ازش به اصطلاح بخواد که باش در رقابت باشی، بخواد که با اون همراه باشی برای ساختن دو کلبه خوشبختی. خب این بهترین کار هست و بهترین راه. نقطه بعدی اینه که ببین شوهرت وقتی زن گرفت، زن دوم گرفت، یعنی اونو میخواست. حالا چرا میخواست؟ عاشقش بود، نمیدونم خوشش اومده بود، هر چی بود، به ما ربطی نداره. میتونست اون زن دوم شرط بذاره، من زنت میشم به شرطی اینکه زن اولت رو طلاق بدی، و میتونست این شرط عملی هم بشه و شوهر تو رو طلاق میداد، میخواست اون زن دوم رو بگیره. الان ببین اون زن دوم همچین کاری نکرد، میتونست این چی کاری رو کنه، پس بر شما احسان داره. خب پس این رو نباید این نمک نشناس بود و این نباید این رو نادیده گرفت. خب اون این کار رو نکرد، شما چرا میخواید همین کار رو بکنید؟ شما چرا میخواید کاری کنید که شوهرت از اون بدبین بشه و اون رو طلاق بده؟ و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند جایز نیست برای هیچ زنی که بیاد و از شوهرش بخواد که خواهرش رو طلاق بده. خواهرش، ببینید این زن دوم رو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواهر نامید، پس هوو موو نیست، خواهره. حالا این خواهر با این خواهر باید خواهرانه زیست.
خب و این رو هم در نظر داشته باشیم. ببینید عزیز من، وقتی که این زن دوم چرا راضی شد که بیاد همسر شوهر شما بشه؟ حتما نیاز داشت. و اینا چرا میخواست که به اصطلاح بیاد همسر یه کسی باشه که زن و بچه داره؟ پس نیاز اون رو هم در نظر بگیر. فردا اگر شوهرت مرد، شما هم ممکنه در همین به اصطلاح در همین مشکلاتی که اون بود و حاضر شد که ازدواج کنه قرار بگیری. پس این رو باید مد نظر داشته باشیم که اونهایی که تنازل میکنند و میشن زن دوم یک شخصی، خب اونها هم یک مشکلاتی داشتن و یک نیازهایی داشتن و اون هم میخواست که به اصطلاح شوهری داشته باشه. در نهایت ببینید خداوند متعال برای ما یک قانون گذاشته، فامساکم به معروف او تسریحا به احسان. اگه میخوای کله شقی کنی و میخوای زندگی تو داغون کنی، راه بیرون رفت هم وجود داره. در زندگی اینه، یا با هم میشیم خوب و خوش و شاد خوشبخت، فامساکم به معروف او تسریحا به احسان، یا با خوبی هم از کنار هم جدا میشیم. اما آیا از کنار هم جدا بشیم به نفع توست؟ اون عزیزانی که میگن که من میخوام که به اصطلاح طلاق بگیرم از شوهرم این کار کرده و فلان کرده و من میخوام طلاق بگیرم، ازش میپرسیم خب شما طلاق گرفتی، وضعیتت بعد از طلاق بهتر خواهد بود یا وضعیتت الان؟ میگه آقا من طلاق میخوام هر چه بشه بشه. این دیگه نهایت حماقت دیگه، البته با عرض پوزش، اما واقعیت دیگه باید واقع گرا بود. ببین شما وقتی که از شوهر طلاق میگیری جدا میشی، آیا میتونی تنهایی چرخ زندگیت رو بچرخونی؟ چه ضربه‌ای بر خانواده‌ات وارد میشه، بر بچه‌هات وارد میشه، نمیدونم بر محیط خانواده اطراف وارد میشه، لطمه‌ای که به خواهر برادرات میزنی که اینا آدمای زندگی نیستن. خواهرشون از شوهرش جدا شد، پس چطور به اصطلاح خودشون اهل زندگی باشن؟ اینا مشکل ساز دارن. تو خونه‌ای که به اصطلاح یک زن مطلقه باشه، اصلا کل اون خونه زیر سوال هست برای مردم. چرا طلاق گرفت؟ حتما مشکلی داشت، حتما و حتما و حتما. پس این مورد رو باید مد نظر داشته باشیم و به هر حال این رو هم بدونیم که وقتی که یک مرد زن دوم میگیره، معناش این نیست که در زن اولش عیب و ایرادی بود. مگر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ازدواج نکردن در حالی که زنشون که بود؟ عایشه رضی الله عنها. عایشه رضی الله عنها عزیزترین شخص بود در پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدند که عزیزترین و محبوبترین فرد در نزد شما کیست؟ فرمودند عایشه. گفتن منظورمون از آقایون است. گفتن ابوبکر. یعنی عزیزترین شخص، محبوبترین شخص، محبوبه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، دختر محبوب و دوست رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر روشون زنای دیگه میگیرن. پس این معنایی نیست که توش عیبی هست. هم محبوب هست، هم عاقل و دانشمند هست، بانوی دانشمند اسلام عایشه صدیقه، هم جمالش از همه فائق‌تر، همه اینها. اما علم ثابت کرده که مرد تمایل بیش از یک همسر را داره، نیازش برای بیش از یک همسر هست و تواناییش تا 4 همسر هست و این رو به اصطلاح یه چیزی که الان علم جدید بهش رسیده و خداوند متعال برای ما به اصطلاح شرط قرار داده. کسی که میتونه تواناییش داره میتونه به این صورت یک خدمتی به جامعه بکنه، یک به اصطلاح دست فضلی بر جامعه داشته باشه که بتونه 4 تا بار بزرگ رو از جامعه بکشه و 4 خانواده رو مسئولیت کنه، مدیریت کنه. پس این یک کار بسیار خوبی هست، یک کاری هست که در توان یه فرد خیر هست، یک انسانی که جانفشانی میکنه، از خودگذشتگی داره، یک انسانی که میخواد که به اصطلاح بار رو از دوش دیگران و از دوش جامعه برداره. اینی که بعضی از خانم ها میگن که خب حالا که شوهرم پول داره بره یک همسایه به اصطلاح بیوه است بهشون کمک مادی بکنه. تنها مثلا نیاز یک زن کمک مادی هست؟ نه. خب این کمک مادی جای خودش و به اصطلاح این مسائل دیگه هم جای
خودش. و گفتیم که در کنار بودن چند همسر، همه همسرها میتونند خوشبخت بشند. خوشبختی دست خودشون هست، همشون میتونن در کنار هم چند کلبه خوشبختی رو مدیریت بکنن. و یک میون برنامه با هم میگیریم و برمیگردیم به پرسش های شما عزیزان، مشارکت هاتون، چه تلفنی و چه واتساپی و چه از راه های تماس دیگر. نور في الظلمات أنسي في خلواتي. و اگر زنی از بیمهری یا بی توجهی شوهرش بیم داشته باشد، مانعی ندارد که به نحوی میان خودشان سازش کنند و صلح و آشتی بهتر است و در نهاد همه بخل وجود دارد. و اگر نیکی کنید و تقوا پیشه سازید، پس همانا الله به کردارتان آگاه است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي. يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد عزیزان، همراه با ادامه برنامه سوالای شما بینندگان عزیز رو میگیریم. خانمی فرستادن که من زن دوم هستم، شوهرم منو بسیار دوست داره، با من خوب هست، 2 تا بچه هم از شوهرم دارم، از زن اولش 4 بچه داره و رابطهشون خوب نبود که به اصطلاح با من ازدواج کرد و من سعی کردم رابطهشون رو با زن اولشون درست کنم، نشد. میخواد او رو طلاق بدهد، من چه کار کنم؟ ما توصیه میکنیم که عزیز بزرگوار که شما سعی کنید تا حد امکان شوهرتون رو قانع کنید که زن اولش رو طلاق نده. چرا؟ چون که زن اول، وجود زن اول یک نوع بالانس و یک نوع استقراری رو در محیط زندگی شما برقرار میکنه. ببینید اگر الان خب شوهرت با شما هست، با زن اولش نیست، ایشون رو دوست ندارند به خاطر رفتاری که داره، به خاطر هر چی که هست، اگر اون رو طلاق بده، یعنی اینه که اون زن که الان به اصطلاح مسئولیت 4 تا فرزند رو داره میره کنار و این 4 تا فرزند میان پیش شما و با بزرگ شدن بچه ها هرچند که شما خوب باشید، تنشی در بین بچه ها احتمالش هست که به وجود بیاد. شما میتونید بچه تو گوش رو بگید که برن شو برو مدرسه، برو دستورت رو بشور، برو نمیدونم نمازت رو بخون، هر کاری بکنی باشه، در احیانا بازخواستش بکنی، هیچ موردی به وجود نمیاد. اما وقتی که بچه به اصطلاح همسر دوم یا همسر اول شوهرت رو چنین برخوردی بکنی، حداقل اگر شوهر ناراحت نشه و این رو یک شیطان وسوسه نکنه، خود بچه احتمال داره یه موقفی بگیره، بعدن که بزرگتر میشن یک نوع تنشی بیشتری ایجاد بشه. پس وجود زن اول در این محیط خیلی به شما کمک میکنه. در ثانی وقت الان شما میفرمایید که 2 تا بچه دارید و زن اولش هم 4 تا بچه، یعنی 6 تا بچه. اون وقت اینا بیان خونه شما میشید مسئول 6 تا بچه، مسئول خانوادگی با 6 تا بچه و همسر. کم کم شما به بچه ها بیشتر مشغول میشید، وقتی کمتری پیدا میکنید برای رسیدگی به شوهرتون و این باعث خواهد شد که شوهری که به اصطلاح تجربه زن دوم رو داره در فکر زن سوم باشه و باز شما بشید زن دوم. پس همون بهتر که تا حد امکان سعی کنید یه صلح و صفایی به وجود بیارید و شوهرتون رو قانع کنید که زنش رو طلاق نده و این خیلی به نفع شماست. عزیز دیگه پرسیدن که زن اول هستم، میخوام طلاق بگیرم چون احساس حقارت میکنم، احساس میکنم که غرور من شکسته شده، به من خیانت شده، خیلی غیرتی هستم، کابوس میبینم، میخوام که زندگیم رو
بچرخونم، بچه هام رو خودم تربیت کنم. خواهر عزیز، شما مثل که خیلی خیلی پرت هستید. مفهوم زندگی این نیست. زن دوم گرفته، چرا شما احساس حقارت میکنید؟ چرا به شما برخورده؟ یعنی این نه دلیل این است که شما بدید که زن دوم گرفته. ببینید، ما نباید زندگی رو از عینک خودمون نگاه کنیم. بارها گفتیم که آقایون از یک کره زمین، از یک کره‌ای هستن تو دنیا، خانم‌ها از یک کره دیگه. خانم‌ها از ماه اومدن، آقایون از مریخ با هم جمع شدن رو زمین، با هم زندگی میکنن. یعنی اینی که هر یکیشون احساسات خاص دارن، طبایع خاص دارن، طینت خاص دارن. ما خلق شدیم برای تکامل. یعنی یه چیزایی هست که در آقایون هست، در خانم‌ها نیست. یه برداشتایی در خانم‌ها هست، در آقایون نیست. ما چرا می‌خوایم که جنس دیگر رو به اون معیارهای سنجشی که تو ذهنمون هست، با اون تصورات بیایم به اصطلاح بسنجیم؟ یک زنی وقتی از شوهرش متنفر میشه میخواد طلاق بگیره، شوهر دیگه ای به اصطلاح پیدا کنه. آقایون اینطور نیستن. آقایون میتونن به اصطلاح بیش از یک زن داشته باشن، با همشون خوب باشن. بیشترین برنده زندگی چند همسری کیه؟ خوشگل‌ترین؟ نه. پولدارترین؟ نه. لاغرترین؟ نه. چاقترین؟ نه. کی؟ اون کسی که بتونه بیشتر شوهرش رو جذب کنه. خوش اخلاقترین، مهربونترین، خوش زبانترین و لطیفترین. این در بین همسرها برنده است. حالا شما اگر طلاق گرفتید چی میشه؟ میتونید بچه‌هات رو تربیت کنید، بچه‌هایی که به اصطلاح پدری بالای سرشون نیست. بزرگترین خیانت رو شما به بچه‌ها کردید. الان بچه‌ها چی میشن؟ بچه‌ها سر به هوا، نمیدونن که پیش مادر باشن یا پیش پدر. قانون بیاد اینا رو بکشه ببره پیش مادر، خب پیش پدر. اون وقت شما بچه شدید، کدوم بچه رو میخواید تربیت کنید؟ خب رفتن پیش مادر به اصطلاح دومشون. اون مادر دومشون مثل مادر اول میشه. پس شما نه، یکم صبر کن، آب سردی همیشه رو سرت بریز، داغیت کم پایین بیاد و با مسائل احساساتی برخورد نکن. این طبیعت خانم هاست. طبیعت خانم ها اینه که احساساتی هستن. طبیعت آقایون اینه که عقلگرا هستن. خانم ها زندگی نمیدونم رومانسی و حرفای خوش و باش رو دوست دارن که همیشه شوهراشون بگه دوست دارم برات میمیرم فلان. آقایون فقط این در روزهای خواستگاری این حرفا رو یاد میگیرن. در روزهای خواستگاری هست که آقایون میگن قربونت میرم میمیرم واسط فلان و از این حرفا، که اینا اصلا حرفای خانم هاست. ابراز محبت در آقایون گفتیم که سلوکی است، رفتاری است. نه اصلا اون سلوک و رفتاری که اصلا احیانا به چشم نمیاد. شمایی که توی یک اداره کار میکنید، مدیر یک اداره هستید، 100 میلیون هم حقوقته، بعد به شما میگن که آقا در فلان جا یک کارمند عادی میخوان، یه مکانیکی میخوان که به اصطلاح همیشه زیر زمین باشه و گریس و نمیدونم روغن رو سرش بریزه، اما 400,000 به اصطلاح حقوقش. یعنی حقوق 4 برابره، اما توش سختیه، توش بدبختیه، توش نمیدونم چیه. من الان 4 برابر حقوق میتونم بگیرم، خب پس میرم اونجا. چرا رفت اونجا؟ بخاطر اینکه زنش رو دوست داره، بخاطر اینکه زندگیش رو دوست داره، میخواد که برای این زندگی جانفشانی بکنه. این محبت و این آقا یعنی رمز محبت و عشق. پس این تصرفات به اصطلاح آقایون رو باید اینطوری خوند و تصرفات خانم ها یه جور دیگه است. پس احساساتی برخورد نکنید، واقع گرا باشید و مشکلات رو باید هضم کرد، زندگی رو مدیریت کرد. سعادت و خوشبختی شما در این زندگی است و یادتون باشه وقتی که شما عقد امضا کردید، عقد ازدواج رو، بر این مبنا بود که قسم خوردید پیش خداتون که این مرد رو خوشبخت میکنید، به قسمتون وفادار باشید و ایشون رو خوشبخت کنید. عزیز دیگری پرسیدن سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. من یک بار توبه کردم اما توبه خودم را شکستم. توبه به خاطر این بود که من فهمیدم شوهرم دارد تریاک میکشند، اما به من گفت این کار رو نمیکنم. قبلا کردم اما حالا نمیکنم. من یواشکی رفتم گوشیشو پیامهاشو دیدم شوهرم داره این کارو میکنه. خیلی وسواسی شدم، دیدم دارم زیاد وسواسی شدم، چون هر دفعه به گوشیش نگاه میکردم بدتر میشدم. توبه کردم که دیگر به گوشیش دست نزنم، اما طاقت نیاوردم. توبه
رو شکستم فقط به این نیت که براش دعا کنم، باهاش اصلا دعوا نکردم، حتی خودش هم خبر نداره. دیگه من از طریق گوشیش بیشتر متوجه شدم، من هنوز که هنوزه این راز رو که شوهرم این کاره به کسی نگفتم، اما حالا اون خودش میدونه که من خبر دارم. خب خواهر عزیز، شما الان خبر دارید شوهرتون مریض هست، باید در پی درمانش باشید. حالا به صورت تجسس کردین، نیتتون خوب بوده، انشاءالله انما الاعمال بالنیات، همیشه مبنای خوب بودن یک کار یا بد بودنش انشاءالله بر مبنای نیتی هست که شما داشتید، شک داشتید که ایشون مثلا خودش رو توی محرکه‌ای بندازه و الان به یقین رسیدید. الان در فکر به اصطلاح اصلاحش باش، همونطور که رازش رو به اصطلاح نگه داشتید همونطور راز نگهدار باش، بهش برسون که به اصطلاح این به نفعش نیست و شما دوستش دارید، شما سعادتش رو میخواید، خوشبختیش رو میخواید، خوشبختی خانوادت رو میخواید، بچه‌هاتون رو، آینده‌تون رو، و حاضری که در این مسیر کمکش کنی. باید بدونه که شما دلسوزش هستید، به اصطلاح شما دوستش دارید. بیشتر از این که بدونه شما دلسوزش هستید، باید بدونه که شما عاشقش هستید، دوستش دارید و میخواید که به اصطلاح اصلاحش کنید و باش راه بیفتید تا اصلاح بشه و این تریاک و یا اعتیاد رو ترک کنه. عزیزی دیگه میفرمایند یکی هست تو زندگیمون که خیلی دوستش دارم، خانواده ها با هم دیگه مخالف هستن، راضی نیستن، به خاطر که خواهرم که تو خونشون هست 5 سال خواهرم با پسرعموی بابام ازدواج کرده ولی شوهرش اونو نمیخواد. حالا به خاطر همین خانواده‌مون قسم میخورن، میگن دیگه بهشون دختر نمیدیم. از رابطمون هم کسی خبر نداره، کسی نمیدونه که ما همدیگه رو میخوایم. به خدا ما با حرفای اینا روز به روز دارم ناامید میشم. تو ماه رمضان تا صبح بیدار بودم، نماز میخوندم، قرآن میخوندم، دعا میکردم. بعضی وقتا خیلی میخوام دست به خودکشی بزنم. واه واه واه. باز از الله میترسم، لعنت بر شیطون میگم. خیلی ناامید شدم. پسرعموم خیلی پسر خوبی هست، اهل هیچ کاری نیست، اونم خیلی دوستم داره. همش پیش خدا شکایت میکنم، میگم اونقدر دعا کردم چی شد؟ هیچی عوض نشد، هنوز بدتر شد. حتی فکر میکنم که خدا هم دوستم نداره. عزیز جان، اگر فکر میکنید که خدا دوستتون نداره، پس مطمئن باشید که خدا دوستتون نداره. این تفکر خیلی تفکر منفی است. چطور خدا شما رو دوست نداره و شما رو خلق کرده و این عاطفه و این همه نعمت و این همه سعادت رو به شما داده؟ مشکل شما این است که نعمت‌ها رو نمی‌بینید و اون چیزی رو که گمان می‌کنید نقمت هست اون رو می‌بینید. آنچه که شما در سینه دارید یک هوا و هوسی بیش نیست. خانواده‌تون خیلی واقع گرا هستند. آقا ما به این خانواده دختر دادیم، اونم وضعش درسته که به اصطلاح وضعی که به اصطلاح اون خواهرتون داره دقیقاً امکان داره که تو زندگی شما اجرا نشه، شما بهتر بشید، امکانش هست، اما امکانش خیلی پایینه و یک ریسک هست برای خانواده نمیخوان این ریسک رو بکنن. و شمایی که به اصطلاح همچنین دوستی به اصطلاح وهمی رو برای خودتون ساختید، اولا که این دوستی نیست. کدوم دوستی بر مبنای شناخت میشه. شما چه شناختی دارید؟ اگر شما شناخت می‌داشتید خب عبرت می‌گرفتید از زندگی به اصطلاح خواهرتون. پس شما شناخت ندارید. شما مثل یک انسان تشنه، یک انسان گرسنه که یک پیازی هم دیده درش آب افتاده. چرا؟ چون گرسنه است. شما در این مرحله عمر هستید، میخواهید که به اصطلاح تمایل بسیار قوی داری به جنس مخالف. شما در پی استقرار و خانواده هستید، در مقابل اون به اصطلاح پسر عموتون در پسره، نمیگم که بد جنس هست، بدی شما رو میخواد، نه، اما چون که مرد هست، پسر هست، در پی رسیدن به خواهش‌های به اصطلاح جنسیش هست بیشتر. طبیعت مرد چون این هست. این برای اون فحشی نیست یا بدی نیست، طبیعت. خب الان به اصطلاح خانواده‌ها ادراک میکنند یک تجربه داشتیم، تجربه ناموفق بود، چرا بخوایم که باز هم سرمون رو به سنگ بزنیم؟ آقا قبول نداریم. شما باید به اصطلاح خواسته فامیل ها احترام بذارید. در ازدواج 2 تا فامیل با هم نزدیک میشن. الان شما ازدواج کنید به عدم رضایت اونها، همه اونها رو از دست دادید، محیط خانوادگیتون از هم میپاشه.
در ثانی. فردا هم که هر به اصطلاح کوچکترین ممکنی به اصطلاح کوچکترین مشکلی میتونه به اصطلاح انفجار ساز باشه و مشکلات خانوادگی متاسفانه مصری هست. همون مشکلی که بین خواهرتون و شوهرش هست فردا میتونه در خانواده شما سبز بشه. خب جوونک به خواسته‌اش رسید، یه ماه بعد زندگی گذشت، 2 ماه گذشت، یه مقدار جذر و مدای زندگی پیدا شد، میزنه تو سرت. بله تو هم مثل خواهرت برادرم به اصطلاح دیوونه کرد و زندگیشو برباد داد، تو هم به اصطلاح اون تو عصبانی میشی، میگه بله تو هم یک بدجنسی دیگه مثل برادرت خواهرمو داغون کرد و تو هم زندگی منو داری داغون میکنی. و پدر مادرها هم همچنین حرفایی به دهنشون میاد و به هر حال ما به شما توصیه میکنیم که حرف پدر مادر تو بگیر و واقع گرا باش و دنبال سوژه بهتر از این آقا باش. عزیز دیگری پرسیدند السلام علیکم و رحمت الله، من یک خواهر شما از تاجیکستان، تشکر از این برنامه خوبتان. عزیز در حق من دعا کنید. خب خداوند متعال هم شما و هم تمام بینندگان عزیز رو در پناه خودشون داشته باشند. میفرماید من 28 ساله هستم اما شوهر ندارم، چه کار کنم؟ یک سوال دیگر دعای بختمان هست. بله عزیز بزرگوار، امید هست که خداوند متعال بخت همه جوانها و دخترای ما رو باز کنه و همشون انشاءالله به خونه بخت برند و همشون خوشبخت و با سعادت باشند. عزیز بزرگوار، به اصطلاح شوهر یه روزی است، یک خانواده یا همسر زن هم یه روزی است و از بهترین روزی های خداوند همین ازدواج هست و همونطور که به اصطلاح مال و ثروت روزی است، همونطور که صحت روزی است، همونطور که روابط خوب خویشاوندی روزی است، همون که نام خوش روزی است، همه اینها روزی های الهی هستند و روزی رو ما از کی درخواست میکنیم؟ از روزی دهنده، از الرزاق، و الرزاق هم خداوند هست. پس رابطت رو با خدا درست کن و بدون که خداوند متعال میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی که تقوای الهی پیشه کنه خداوند متعال براش یک راه گشایشی سبز میکنه و یرزقه من حیث لا یحتسب، و اون رو از جایی که اصلا در گمانش نیست روزی میده. در پی روزی باش و روزی رو از خدای متعال بخواه. فاستغفروا ربکم انه کان غفارا، استغفار الهی رو به جا بیارید که خداوند بخشاینده است. یرسل السماء علیکم مدرارا، و آسمون رو دروازه های آسمون رو روی شما میگشایه. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین، و شما رو فرزندان و مال و ثروت و همه اینها ارزانی میداره. پس راهش توبه و بازگشت به سوی خداوند متعال هست و در این حال اخذ بالاسباب. اخذ بالاسباب این هست که ببینید شما در جامعه‌ای که هستید همیشه به اصطلاح جوانها در پی دختر زندگی هستند و بیشترین دختری که خریدار داره با عفت ترین دختر هست. جوانای غیرت خیلی شدیدی دارن. دختری که با غیرت تر باشه، با حجاب تر باشه، پوششش بهتر باشه، با اخلاقش زبان زدش خاص و عام باشه، کدبانی باشه، از هر دستش از هر انگشتش هنر بباره، همه اینها رو در پیش باش که خودت رو بسازی، یه نام خوشی از خودت به جا بیاری. و اینی که خانواده ها، مادرت، خالت، این و ایشان هیچ وقت بدی دخترتون رو تو مجالس بیان نکنید. به هر مجلسی که رسیدید اونجا خوبی هاش رو بگید تا بتونید به اصطلاح یه نوع تشویقی بشه، انگیزه بیاد که به اصطلاح افراد بیان. در این حال صدقه دادن، خیرات کردن، اینها هم خیلی مهم هست. عزیزی دیگه ای میپرسند سلام، خسته نباشید، تشکر از برنامه‌های خوبتون. سوالی داشتم خدمتتون. پدرم واسه ما خیلی خوبه ولی با مادرم اصلا رفتار خوبی نداره. مادرم درباره هر چی با پدرم میخواد حرف بزنه، پدرم با عصبانیت جواب میده، میگه حرف نزن. تو خونه اگه مشکلی باشه مادرم میخواد بهش بگه، میگه به تو چه، مال پدرته یا مادرته، حرف نزن. ما هم وقتی میخواییم بهش بگیم چرا اینجوری میگی، به ما هم میگه حرف نزن. خوب میکنه، شما چرا دخالت میکنید؟
این مسئله بین پدر و مادرتونه و اوناش زن شوهر هستن. شما در این میان چه کارهایید نمیدونم. اصلا خودمون هم نمیدونیم چجوری با پدرمون رفتار کنیم که ما رو ناراحت نکنه. عزیز بزرگوار، ببین اولا اینی که مشکل پدر و مادرتون یک مشکل بین اوناست. پدرت از مادرت یک نقطه ضعفی گرفته، یک چیز تصرفی از مادرت باعث شده که اون عصبانی بشه و این عصبانیتش رو بدون این صورت به اصطلاح بروز میده. این چون که پدرت با شما بد نیست، با همه خوبه، فقط با مادرت بده، پس اینجا مشکل بد اخلاقی پدر نیست. مثلا اگر پدرت با همه بد می بود، با شما بد می بود، با همسایا بد می بود، همکارا ازش می نالیدن، اون وقت می گفتیم پدرتون مشکل داره. اما این چوری که شما تصویر کشیدید نه، فقط با مادرت به اصطلاح این مشکل رو داره. شما خودتون گفتید که پدرم واسه ما خیلی خوبه، پس اینجا یک مشکلی هست. حالا این مشکل رو نمیتونن به شما بگن، خب نباید هم بگن، خب این ربطی به شما نداره، شما که قاضی القضات نیستید و اونا هم نیومدن پیش شما شکایت. خب الان شما چه کار باید بکنید؟ اولا شما باید وظیفه‌تون رو 100% در قبال پدرتون انجام بدید، با اخلاق خوبتون، با رسیدگی به پدرتون، نمیدونم با بر به پدرتون، و در عین حال برای مادرتون 100% خوب باشید، با رسیدگی به مادر و اینا. این اختلاف رو اصلا شما به روی خودتون هم نیارید. پدرتون باید احساس بکنه که اولا شما خیلی دوستشون دارید و در عین حال شما خیلی مادرتون رو دوست دارید. اون وقت پدرتون خود به خود مجبور میشه یه جوری این مشکلی که با مادر داره رو یه جوری حلش کنه. خب چرا؟ چون که به اصطلاح نمیخواد که محبتش که به اصطلاح در بین شما وجود داره به اصطلاح اون رو از دست بده و میخواد که شما رو هم در کنار خودشون داشته باشن. عزیزی رو خط هستن، بفرمایید با ما هستید، بفرمایید. تواس قطع شد. مردی که میپرسند که مردی که خیلی ادعای مؤمنی میکند و وقتی با من هم بستر میشه عکس زنان خواننده رو میذاره جلوش، در حالی که تمام تلاشمو میکنم از لحاظ آرایش لباس همه اینها. بله این مرد بیمار هست و باید بهش بگیم که در پی علاج و درمان خودش باشه. ببینید همچنین افرادی که به چشم چرانی و به اصطلاح فیلم‌های مبتذل دچار شدن، ما قبلا در این مورد برنامه‌ای داشتیم و این رو حتما ببینید، همه عزیزان ببینن. در بیش از یک مورد ما برنامه داشتیم که تأثیر فیلم‌های مبتذل و عکس‌های مبتذل و چشم چرانی در زندگی زناشویی چقدر تأثیر منفی داره و میتونه زندگی رو برهم بزنه. این آقا اصلا از زندگیش لذت نمیبره، از روابط به اصطلاح صمیمیش با همسرش اصلا لذت نمیبره، چون که در خواب و خیال ایشون همسرش نیست، یک تصویرهای دیگه هست. باید شما اولا به شوهرت بگی و برسونی که بهتر از شما رو پیدا نخواهد کرد و این عکس ها و این خواننده ها و اینها فقط رنگ رودنه که بهشون زدن، چتکه رو برمی‌دارن رنگشون میکنن. الان اگر همین به اصطلاح زنی که خواننده است و همچنین عکسی داره و فلان، این رو یک سطل آب روش بریزید، زیر پاش رنگی کمان جاری میشه و یه مهمونی بیشتر نمیمونه. خب اگر میخواد که به اصطلاح شما شکل اون باشی، بگو باشه این بنده خدا که رفته این رنگ رو خودش خرج کرده، تو بیا به اصطلاح پول بده، من برم آرایشگاه و من هم به شکل همین در میارن. خب و بهش برسون که سعادتت، خوشبختی تو اینه که با تو باشه، چون که تو خیلی دوستش داری، دوستی و محبتت رو به همیشه براش ابراز بکن و سعی کن از این منجلابی که هست دورش کنی. سعی کن به گونه‌های مختلف براش معلم نباش، به گونه‌های مختلف به گوشش برسونید که مثلا کسایی که همچنین کاری میکنن به چه عواقب بدی دچار میشن و از زندگیشون لذت نمیبرن و به گونه‌ای به اصطلاح سطح ایمانیش رو بالا ببرین و تا خودش بتونه به اصطلاح خودش رو اصلاح کنه و درست بشه. عزیزان بزرگوار، وقتمون به پایان رسید و حکایت همچنان باقی است و
در پایان هم انشالله آرزو داریم که ما رو در دعاهایتون داشته باشید. خداوند متعال همه شما بزرگان رو، همه شما عزیزان رو در زندگیاتون خوشبخت بکنه و از گناهان و لغزش های همه ما بگذره و ما رو از بندگان مؤمن و صالحش قرار بده و همچنین گذشتگان ما رو مورد آمرزش قرار بده و ما توفیق بیشتر بده تا بتونیم به خویشامون، به خانواده هامون، به پدرامون، به مادرامون، به عزیزانمون بیشتر برسیم و در جامعه عناصری مفید و صالح و نیک باشیم. تا دیداری دیگر همه شما عزیزان رو به الله منان میسپارم و امید است که همتون در پناه حق باشید و ما رو هم در دعاتون داشته باشید.